تنهایی خوبه، ولی آرامشی که میده میتونه ترسناک هم باشه. خب آقا سلام چطوری بچه‌ها؟ خیلی دارم حال میکنم. حالا چرا؟ چون که پدر مادر خانواده برادر رفتن بیرون و من تو خونه تنها الان و دارم لذت میبرم از این تنهایی و بسیار برام جذابه. حالا مبحث امروز ما تنهایی و اتفاقاتی که توی اون میفته است. تا آخر ویدیو رو ببینید. خب دوستان، همونجوری که مشاهده میکنید بنده یه جور گند زدم به خونه که دیگه اصلا نگم براتون. این به این صورته بذار آشپزخونه نشون بدم. این هم اینجوریه و کثافت زدم به زندگی و تیشرت یه بر و شلوار یه بر و داستان. و بالا که داشتم ویدیو ضبط میکنم گفتم به خاطر ویدیو هم که شد یه ذره ترتمیز بکنم، خونه رو یه خوشگلش بکنم، شیکش بکنم. میدونی من چه جوریم کلا؟ ببین مثلا فکر کن یه روز خونه تنها میریزم، میپاشم، داغون میکنم، یه دفعه جمع میکنم. حالا سعی خورد جمع میکنم. الان مثلا اون ظرفایی که اونجا میبینید همش مونده، از ظهر مونده، من روز نشستم متاسفانه البته. و این گذاشتم که قشنگ جمع بشه، آخر شب شامم بزنم تو بدن و یه دفعه بشورم بره دیگه. یه دفعه کاری قشنگ‌تر نیست به نظر شما؟ یه حرکتی میخوام بزنم. یه بازی بود من همیشه بچگیام انجام میدادم. خب حالا چی بود بازیش؟ الان میبینید. خب دوستان توجه داشته باشید. همونطور که بهتون گفتم قراره حرکت انجام بدم. حرکت چیه؟ همونجوری که میبرم انتهای خونه وایسادم، یعنی در ورودی، و اینکه قراره یه دور خونه رو بچرخم بدون اینکه به جایی برخورد بکنم. این بازی بود که من بچگی انجام میدادم. چشمامو میبستم و اینکه یه دور میزدم بدون اینکه به جایی بخورم، یعنی در واقع باید خونه رو حفظی برم. بریم ببینیم. خب شروع به حرکت. ببین این ور که سنگ آشپزخونه است هیچ، این ورم که دیواره، اینجا یه ستونه، نمیدونم میبینید یا نه، اینجا یه ستونه، دور ستونه بذار بزنم نخورم بهش. نخورم، کله علم سالم بمونه، خیلی خوبه. خب الان برم دور پذیرایی یه دور بزنم. خوردم، به میز خوردم، به عسلی فکر کنم خوردم. آره این بغل مبله، اینجا هم که آخرشه. صبر کن انگار اومدم دزدی کنم. صبر کن. نرم تو دیوار. صبر کن نه آسیب نبینم آجی با این وضعیت. اینجا باید در ورودی اتاق باشه، نرم تو دیوار. گوشی خورد تو دیوار. اینجا خوبه. این در اتاق ورودی قرار بود به جایی نخورم، ولی حالا یکم خوردم میگه شما ببخشید دیگه. اینم از اینه. حالا بیام بیرون. آشپزخونه قسمت سخت داستان و دردناک. حال میکنی حفظم ها. برگردم برم سر جای اولی که بودم. اما سالم بمونم. و تمام. دستم کتفم جا داره در میاد درد. برم لامبه رو روشن کنم، به ادامه بازی بپردازم. به ادامه بازی چی هاجی؟ به ادامه گپ و گفتمان و اینا. ولی خوب بود دیگه. به نسبت عملکرد خوبشم، فقط یکی دو جا خوردم. خوب بود دیگه. میشه گفت برنده شدم تو این بازی. آقا یه چیزی من یادم افتاد اینو تعریف کنم. یه گاف خیلی بری دادم. چند سال پیش خونه تنها بودم. اومدم یه لامپی درست بکنم و اینکه مالات لامپی که منظورم این کار دستی میانن، مثلا شما فکر بکنید کار دستی توش لامپ داشت و من بعد این لامپو درست میکردم. آقا
این سرپیچ داره دیگه لامپ، درسته؟ این دوتا سیمو من وارد سرپیچ کردم و فکر کنم برای این دوتا سر بچسبونم به هم دیگه. اوکی، این دوتا که میزنی میری تو سرپیچ صفر میکنی نه برخورد داشته باشم. من فکر کنم با این دوتا سیمو بچسبونی به هم دیگه. رد دادم و چسبونم به همین سیما رو. آقا چشتون زبط نبینه، زدم تو برق، تاق یه صدای خیلی بدی اومد و برقامون پرید کلن و همونم اصلا فیوز رو نگاه کردم، آقا من فیوز نپریده که اصلا. آقا استرس گرفته بود منو. حالا جواب مامان بابا رو چی بدم من این وسط؟ زده بودم برقا رو پرونده بودم. بعد حالا این اومد تو ذهنم که آقا نکنه مثلا یه موقع چه میدونم یخچالی سوخته باشه، تلویزیونی، چه میدونم، سر در نمیارم از این کارهای برقی که هیچی. آقا داستان داشتیم، هر کاری کردم حساب روشن کنم. رفتم به همسایه گفتم، با همسایه رفتیم پایین، طبقه پایین رو همون همکف اونجا کنترل دادیم و دیگه شانس آوردیم زدیم همونجا درست شد. آره خلاصه الان تو اون زمانایی هم که بعدم نمیومد بیرون بودم، یعنی الان موده واقعا تنهایی رو راستش نداشتم امروز، ولی دیگه گفتم حالا اسمی ویدیو بگیریم دیگه، حالا به عشق شما بگیرم ویدیو. و این چیه اینجا؟ اینو کی نوشته؟ تو اینجا تنها نیستی؟ این کار جنان فارسی بلدن بنویسن، عجیبه. آقا بعد من یه چیز دیگه، یه چیزی رو دقت کردید شماها تا حالا به این موضوع؟ میخوام بدونم شماها هم رسیدید یا نه. بارها و بارها برای من اتفاق افتاده. ببین شما در طول روز کار انجام میدی، بیرون میری، تو خونه نشستی یا مثلا چه میدونم راه میری تو خونه تلویزیون نگاه میکنی، اوکیه، هیچ مشکلی هم نیست. آقا همین برقا رو خاموش میکنی، سر رو میزنی رو بارش، یه دفعه از خونه سر صدا میاد. مثلا میبینی یه بشقاب اونجا تو آب چکونه سر جاش، یه دفعه تق صدا میده. بعد من نمیفهم مثلا بشقابی که ثابت وایساده چرا باید یه دفعه صدا بده؟ یا مثلا یه دفعه یخچال صدا میده. تو از صبح تا صدا ندادی، یه دفعه صدا میدی، یه دفعه. یا مثلا تلویزیون صدا میده، خیلی جالبه، مودممون هم صدا میده، یه دفعه تق صدا میده. یا مثلا همسایه ها ازشون صداهای عجیب غریب در میاد بیرون، یه دفعه میتونه یه چیزی از دستشون میفته پایین، یه دفعه آدم میتاسه پشمای آدم میریزه. یا مثلا داری این ورور نگاه میکنی دراز کشیدی، یه دفعه تصویر وحشتناک میبینی، مثلا چه میدونم یه شیئی یه چیزیه اونجا، بعد شما اونو میبینی فکر کنی مثلا چه میدونم یه موجودی شبه جن چیزیه، در حالی که یه شیئی بوده. الان حساب این کاپوچینو رو برم تو کارش تا ببینم کارمون به کجا میرسه. از اون جایی که یکم حوصله‌ام سر رفته بود گفتم یکم تیکن بازی کنم، بعد ها پلی استیشن رو روشن کنم و زیاد بازی نمی‌کنم کلا پلی استیشن و اینا، ولی خب هر از گاهی حال میده دیگه. خب ببینم کدومش خوبه. خودشه، همونی که من میخواستم. رقابت اول بروسلیه. بذار ببینم چی میشه نتیجه، میذارم ویدیوشو. نازم زدم مغزشو ترکوندم. بریم بازی بعد. آقا اینجا رو نگاه بکن، نگی خالی بستی. شاید بار اولم بود که مرحله داشتم تیکن بازی میکردم، 7-8 نفر رو زدم بدون اینکه حتی یه بار ببازم. خب بچه من داشتم به یه موضوعی فکر میکردم الان
که موقعی که داشتم گیم بازی میکردم چرا واقعا هیجان قبل رو دیگه ندارم کلا. بعدی ما میشستم مثلا واقعا که تنها بودم یا حالا تنها هم نبودم اصلا صرفا سریال نگاه میکردم، فیلم نگاه میکردم و اینکه مثلا گیم آف ترونز من مثلا توی دو هفته مثلا دیدمش، یعنی روز 4-5 مثلا نگاه میکردم. پلی استیشن خیلی بازی میکردم و اینا، ولی خب دیگه اون نمیدونم طبیعیه یا نه اون شور و حال و لذت قبل رو دیگه نداره برام این چیزا. شاید الان بگم بهترین کاری که میتونم بکنم حالا توی تنهایی و اینا اینه که یه متکا بذارم بخوابم رو تخت، برم تو اینستا و فضای مجازی و اینا. این بهترین تفریح میشه گفتش توی تنهایی زمانی که حالا خونه ای. و اینکه یه ذرم گرسنم شده، همونجا که خودم حس دارم شام درست کنم برم ببینم بیرون چی میتونم بگیرم. خب بچه ها الان تماس گرفتم با خانواده و متوجه شدم که دارن برمیگردن و این به منزله پایان حکمرانی من بر این خونه است. سلام مجدد به ناآرامشی، یعنی بدون آرامش بودن و سر و صدا و خدای خانواده خوبن، ولی خب واقعا یواش یواش هم به این تنهایی حال میکردم و ازش لذت میبردم. در صورت این معنی دیگه هم میده و اون اینه که من باید از شما خداحافظی بکنم و امیدوارم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کرده باشید و فعلا